تو این ویدیو میخوام بهتون 3 تا خط چشم با 3 محصول متفاوت یاد بدم. اولی مداد چشم شارله که یه مداد چشم مشکی و خیلی نرمه. باهاش یه خط روی بن مژه ها میکشم و بعدش با یه براش خیلی ظریف شروع میکنم به محو کردنش. اصلا نیاز نیست خطی که میکشید خیلی مرتب باشه، فقط کافیه که کاملا محوش کنید. به نظر من سریع ترین و راحت ترین خط چشمه. دومی رو با خط چشم مایع کوزه شارل میکشم. یه خط از انتهای چشمم به انتهای ابرو در نظر میگیرم و این خط رو میکشم. بعدش این خط رو کم کم و آروم روی بن مژه هامم میارم و به همدیگه وصلش میکنم و بعد خطی که کشیدم رو پهن‌ترش میکنم. این خط چشمم خیلی مشکی و ماته و اصلا تیکه تیکه نمیشه. من که خیلی خوشم اومد ازش. یه خط چشم کلاسیک خیلی خوشگل شد. برای آخری از خط چشم ماژیکی شارل استفاده میکنم و یه خط باریک در امتداد پلک پایینم میکشم و یه خط دیگه از 1/3 انتهای چشمم بهش وصل میکنم. از اونجایی که سرش خیلی نازکه، گوشه داخلی چشمم راحت میشه باهاش کشید و در نهایت یه خط چشم کشیده خیلی خوش